توجیکان در آینه تاریخ. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه توجیکان در آینه تاریخ. سبق‌های تاریخ و آزمایش‌های مکتب استقلال. فاصله کوتاه مبارزه‌های شدید و آشوب‌های پیاپی مرا به اندیشه آورد که خواه و ناخواه مهاجرت اجباری و ترک وطن کردن سراجداد گذشته تاجیکان از تعقیب لشکر اصطلاحگران محض در آوان کشورکشایی و سرزمین باختر و سغد و مرو و خوارزم را ضبط نمودن هخامنشیان ابتدا گرفته است. سپس در دوره اصطلاح اسکندر مقدونی و اصطلاح عرب ترک وطن کردن سراجداد تاجیکان و به هندوستان و چین رخت سفر بستن آنها اوج میگیرد. تا کدام اندازه زمینه علمی داشتن این قضیه را به مورخان واگذار میکنیم و میافزاییم که تاریخ گذشته دولتداری و راه پی نموده ملت را دانستن هر یک فرد تاجیک و تاجیکستانی برایشان چقدر سبقهای خاطرمان و پندهای عبرت آموز داده میتواند. محض همین سبقهای تاریخ باعث گردید که ما راه وحدت همگانی و صلح و سازش را پیش گرفته ملت جفا کشیده تاجیک را از ورطه نابودی رها بخشیم، فراریان اجباری را به وطن برگردانیم. این عمل دولت صاحب استقلال ما را از ورطه فناشوی نگاه داشته راه و روش آینده دولتداری را برایمان معین نمود. در همه لحظه های مشکل و بی‌براری ها سبق های شکست و پیروزی های دولتداری تاجیکان، سبق های گرفتار پراکندگی و فاجعه های ننگین گشتن ملت تاجیک و تجربه تلخ سرزدن و عاقبت جنگ شهروندی در تاجیکستان مرا راهنمایی میکرد، امید میبخشید و تسکین میداد. تاریخ استقلال سیاسی ما هنوز هم صحیفه های ناروشن و گره های ناگشاده زیادی دارد و معمای از همه بزرگترش آن است که اکثر اشتراکچیان آن علل خصوص جوانان بی تجربه از آغاز تا انجام جنگ بازیچه دست دشمنان داخلی و خارجی ملت تاجیک بودند. هرچند بسیار قلم به دستان در داخل و خارج کشور از سرنوشت پرفاجعه خلق تاجیک و تلاش و نبردهای شدید رسیدن به استقلال بسیار کتاب و رساله ها نوشته‌اند، حادثه و منظره های تاریخی اساساً از نگاه منفعت های سیاسی یگان شخص، یگان حزب یا دایره محدود آدمان منصب پرست و قدرت طلب ارزیابی گردیده آهنگ خودسفید کنی، منفعت جویی و خودنمایی دارند و از تحلیل و نتیجه گیری های تاریخی و خلاصه های سالم و بی‌غرضانه علمی کم بهره بردند. از این رو به مورخان و سیاستشناسان و ادیبان نکته سنج لازم می آید که زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی استقلال ملی و دولتداری نوین ما را همه‌جانبه آموزند. سبق‌های استقلال را با گذشته‌های دور و نزدیک مقایسه نمایند. به حادثه‌های روی داده از سطح اختلاف‌های داخلی جمهوری و برخورد منفعت‌های ژئوپلیتیکی کشورهای ابرقدرت در تقسیم بازار جهانی انتهای عصر 20 بها دهند. برد و باخت ما را در عرصه سیاست منطقه جداگانه، حوزه و اتحادهای مختلف جهانی، تمدن‌های همزبان و همجوار و نیروهای داخلی و خارجی مرکزگریز و مرکزگرا تحلیل نمایند. امروز ما باید صلح و سازش و موافقه حاصل شده را چون گوهرک چشم حفظ نموده پرده را از روی منافقان و بدخواهان ملت برداریم. هنوز هم دشمنان داخلی و خارجی امیدشان را از ناآرام نمودن و به گرداب مبارزه های نوبتی تله دادن مردم تاجیکستان نکندند. آنها فرصت مناسب می جویند، شکل های مبارزه اشان را وابسته به شرایط دیگر می کنند، از واسطه های نو به نوع ترغیبات ایدئولوژی و جدای اندازی کار می گیرند. از این رو منفعت های ژئوپلیتیکی، رقابت دولت های ابرقدرت
ва талошҳои ошкору ниҳони кишварҳои қудратталаб моро водор месозад ки зираку пухтакор бошем, ба фоҷиаи навбатӣ миллат роҳ надиҳем, ҳама гуна дасисаву иғво ва кӯшишҳои ҷудоиандозиро саркӯб намоем. ҷомеашиносону сиёсатмадорон ва иқтисоддонҳои имрӯзаи мо бояд аз фазлфурӯшиву суханпардозиҳои бесуд ва фарзу тахминҳои аз даҳон монда даст кашида, сатҳи тараққиёт, самтҳои муҳими стратегии иқтисодиёту истеҳсолот, вазифаҳои навбатии соҳаҳои тақдирсози ҷумҳуриро дар асоси таррезии барномаҳои мукаммалтарини илмӣ, таҳлилу натиҷагирӣ ва хулосабарориҳои васоити навбатии иттилоотӣ ва системаи идоракунию коргузорӣ пешниҳод намоянд. интиҳои қарни 20 ва оғози ҳазорсолаи сеюм бар дӯши давлати соҳибистиқлоли мо вазифаҳои наву масъулияти басо бузург мегузорад. зеро асри навин, асри фазои беинтиҳои дастовардҳои иттилоотӣ, системаи дақиқтарини идоракунӣ ва технологияи ҷадиди инкишофу таҳлил ва хулосабарорию амалҳои ҷавобӣ хоҳад гардид. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.